هشدار فوری به تمام مردم ایران: طلاهاتون رو مفت نفروشید. شاید باورتون نشه، اما درست زمانی که دور اول مذاکرات انجام شد و مردم هجوم آوردن برای فروش طلاهاشون، همزمان اونس طلای جهانی وارد کانال $3200 شد و طبق پیش بینی بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس امریکا، قیمت اونس طلای جهانی تا پایان سال 2025 $3700 خواهد شد. چیزی که مردم عادی ازش بیخبرن اینه که ریزش طلای داخلی فقط به خاطر هجوم مردم برای فروش طلاهاشون اتفاق افتاده، نه به خاطر اقتصاد جهانی یا سر مذاکره، و کاملا موقتیه. جوریه که بعد از آروم شدن بازار قیمت طلا دوباره رشد میکنه و حداقل تا آبان ماه به خاطر افزایش قیمت طلای جهانی 10 میلیون تومان رو هم میبینه. یادتون باشه وضعیت اقتصادی ایران یک شب سیاه نشده که بخواد یک شب سفید بشه. پس مراقب باشید تو تله نوسانگیری دولت نیفتید و هر ریزش رو فرصت خرید بدونید. برای اینکه بدونی تو شرایط فعلی چه معاملاتی روی طلا بیشترین سود رو بهت میده، فقط کافیه صفحه منو دنبال کنی و کلمه اونس رو این پایین برای من بنویسی.